سلام دوستان گرامی هواداران زبانهای خارجی، همه شما را به درسی امروزه که درسی 32 است از سلسله درس های زبان انگلیسی در 99 روز خوش آمدید و خیر مقدم میگوییم. و تشکر برای کسانی که در اینجا حضور دارند. موضوع درسی امروزه ما common questions، یعنی که های عمومی یا که سوال هایی که از همه بیشتر استفاده برده می شوند و سوال کرده می شوند. خب و شما نیز میتونین پیشنهادات و فکر خودتان در زیر شرح نویسین و ما پیشنهادات شما را به نظر میگیریم و این برای ما کمک میکند که باز درس هامون بهتر و خوبتر بکنیم. خب conversation 17 خب 17 وقتی گفتیم یعنی 17 و اما وقتی 17 گفتیم یعنی 17 هم. conversation 17 یعنی گفتگوی 17 هم، 17 یا که 17 هم. common questions، common گفته عمومی یا که سوال هایی که زیاد پرسیده می شوند هم رو در نظر دارند.
questions سوالها. در این گفتگوی امروزه ادیبه و علی جون اشتراک دارن. خب یک لحظه. خب ادیبه میگوید که علی جون do you know how to speak English. علی جون do you know how to speak English. یعنی که علی جون آیا تو میدونی که چه خیل انگلیسی گپ زدن لازم. یعنی do you know آیا تو میدونی how to speak English چگونه باید به زبان انگلیسی گپ زد یا که چگونه انگلیسی گپ میزنیم. خب و علی جون میگوید که yes. در جواب میگوید که بله. و ادیبه میگوید که where did you learn. حالا که این سوال یعنی برای زمانی گذشته شد، یعنی که در کجا آموختی، یعنی همون زبان رو، همین زبان انگلیسی رو در کجا آموختی، در کجا یاد گرفتی. learn یعنی آموختی، آموختن، یاد گرفتن. و علی جان میگوید که I learned in college. یعنی من در کالج این زبان رو آموختم. و ادیبه باز سوال میکند که you speak very well. یعنی تو خیلی خوب گپ میزنی زبانی انگلیسی رو. خب really چگونه در درس گذشته گفته بودیم واقعا حقیقتا well خوب میشود. یعنی واقعا خوب گپ میزنی زبانی، واقعا تو خوب گپ میزنی. و علی جون باز وقتی که ادیبه گفت که تو خوب گپ میزنی زبانی انگلیسی رو، و علی جون میگوید که خب میگوید که thank you یعنی تشکر. و ادیبه میگوید که how long have you been in the US. How long have you been in the US. چند مدت شد که تو در ایالات متحده امریکا هستی. US یعنی United States می شود. خب بعضی حالات می شود که این خیلی نوشته می شود، مثلا USA مثلا نوشته می شود. United States America یعنی ایالات متحده امریکا. در تاجیکی ایمه می نویسند. اینها کلمه های هستند که یعنی کلمه های کوتاه شده، یعنی از چند کلمه عبارت هست، اون را کوتاه میکنن و کلمه کوتاه شده است. یعنی USA United States America. و در توجیه گفتیم که ایمه یعنی ایالات متحده امریکا. و در روسی سشا هست. فکر میکنم سیدیون اشتات امریکا می شود، و در ترکی، در زبان ترکی ABD می شود، Amerika Birleşik Devletleri. خب وقتی که ادیبه سوال داد how long have you been in the تو در ایالات متحده امریکا هستی، و علی جون میگوید که 3 weeks یعنی 3 هفته شد، 3 هفته. ادیبه میگوید که is your wife with you. آیا همسر تو همراه تو است؟ یعنی همسرت همراهت است، یعنی زنت قطیته. خب علی جون میگوید که yes she just got here yesterday. وای دیروز، یعنی که همراهش بوده است زنش، و بگم که دیروز رسیده آمده است به امریکا.
ادیبه میگوید که how you been have you been to California before have you been to California before have you been to California before تو پیشتر در کالیفرنیا بودی تو پیشتر در کالیفرنیا بودی یعنی در تاجیکی وقتی که میپرسیم که تو پیشتر بودی یعنی میگن که تو پیشکی روسیه رفتگی بودی یعنی پیشکی روسیه رفتگی بودی یا که در روسیه بودی پیشکی یعنی به همین شکل و علی جون میگه که no I have never been there no I've never been there no I've never been there no I've never been there نه من اصلا اونجا نبودم یعنی تماما در اونجا نبودم و ادیبه امروز سوال میکند have you ever been to Las Vegas have you ever been to Las Vegas بودی یعنی تا حال تو در لاس وگاس بودی یعنی مقصد بودی که یکم بار سفر کردگی هستی و علی جان میگه که yes I went there once on a business trip yes I went there once on a business trip بله خب yes بله I went there یعنی من went فعل زمانی گذشته go هست یعنی go رفتن می شود I go مثلا من میروم اما اگر I went گفتیم یعنی من رفتم یعنی زمانی گذشته را دارد I went there یعنی من به اونجا رفتم once یعنی باره یک مرتبه on a business trip یعنی در سفر خدمتی یعنی از روی سفر خدمتی من به اونجا رفتگی هستم یعنی a business trip سفر خدمتی یا همون به زبان روسی فکر میکنم کاماندیروفکا میگن کاماندیروفکا یا اینکه деловая поездка و در تاجیکی سفر خدمتی میگیم یعنی سفر خدمتی و سفر کاری خب سفر کاری هم میشه مثلا خب دوستان گرامی این بود گفتگوی امروزه conversation 17 common questions اگر سوال پیشنهاد داشته باشین میتونین در کامنتری نویسین و اگر نداشته باشین برای شما موفقیت در زبان آموزیتون تمنا داریم تا درس های نوبتی خدا نگهدار اگر کسی باشد در افیر اگر سوال داشته باشین بفرمایین خب تقریبا سوال نیست خب بهترین اگر فهمو باشد سوال نباشد با همین درس امروزه به پایان میرسد تا درس های نوبتی گفتنی هستیم که خدا نگهدار see you next class goodbye